روزی روزگاری زن و مردی فقیر در خانه کوچک کنار جنگل زندگی می‌کردند. دارایی‌شان کم بود اما زندگیشان آرام می‌گذشت. یک شب زمستانی صدایی از بیرون خانه آمد. وقتی در را باز کردند دورنایی را دیدند که روی برف افتاده بود. بالش زخمی شده بود و توان پرواز نداشت. زن دلش سوخت. مرد گفت اگر رهایش کنیم میمیرد. آنها دورنا را به داخل آوردند، زخمش را بستند و کنارش آتش روشن کردند. چند روز از او مراقبت کردند تا زمانی که بالهایش خوب شد. صبحی دورنا پرواز کرد و رفت. زن و مرد به زندگی ساده خود برگشتند. مدتی بعد دوباره صدایی از پشت در آمد. این بار دختری جوان آنجا ایستاده بود. گفت جایی برای رفتن ندارد. زن و مرد او را پذیرفتند. دختر ماند و بعد از مدتی گفت که میتواند پارچه ببافد. اما یک شرط داشت. گفت وقتی مشغول بافتن هستم هیچ وقت به اتاق نیایید. زن و مرد پذیرفتند. دختر در اتاقی تنها می نشست و می بافت. پارچه هایی که می ساخت بسیار زیبا و گران قیمت بود. زن و مرد آنها را می فروختند و زندگیشان کم کم بهتر می شد. اما هر بار که پارچه‌ای بافته می شد دختر خسته تر و رنگ پریده تر از قبل بیرون می آمد. کنجکاوی آرام آرام در دل زن و مرد افتاد. بالاخره یک روز طاقت نیاوردند. در را کمی باز کردند و به داخل نگاه کردند. آنچه دیدن آنها را شوکه کرد. دختر دورنا بود، همون دورنایی که نجات داده بودند. او پرهای خود را میکند و با آنها پارچه میبافت. دورنا سرش را بلند کرد و گفت شما جان من را نجات دادید. من هم خواستم خوبیتان را جبران کنم. اما حالا که راز من را دیدید دیگر نمیتوانم بمانم. دورنا پرهایش را جمع کرد، بال زد و از خانه رفت. زن و مرد دوباره تنها شدند اما هرگز آن شب و آن مهربانی و آنچه دیده بودند را فراموش نکردند.